سلام رفقا، امیدوارم حالتون خوب باشه. پویا مرادی هم عضو تیم مشاوره دکتر طالبی. امروز میخوایم در مورد نحوه مطالعه درس زیست شناسی با همدیگه صحبت بکنیم. خود کتاب درسی رو آوردم بهتون از روی کتاب توضیح بدم و یه چند دقیقه‌ای با همدیگه باشیم. امیدوارم هم خوب گوش بدید، هم یادداشت بکنید و به کار بگیرید چیزایی که میگم رو. خودم کنکور 100 زدم، برای همین دوست دارم که هرچی تجربه توی سال کنکور به دست آوردن با هم دیگه بررسی بکنیم و خلاصه چیزایی که میدونم باهاتون شیر بکنم که شما هم نتیجه بگیرید. اول از همه بیسیکی بگم بهتون قراره چیکار بکنیم. مهمترین چیز برای به کار بردن نکاتی که توی خونه میخونید اینه که بتونید ذهن طراح رو پیش بینی کنید، یعنی بتونید نوع سوالی که قراره ببینید سر آزمون رو از قبل حدس زده باشید و براش آماده باشید. این توی فقط هم مربوط به زیست نیست، تا هر درسی که میخونید این داستان هستش. یعنی باید بدونید که قراره چه چیزی سر آزمون ازتون سوال بشه، برای همین انقدر تست میزنید تا با این موضوع کنار بیایید و این موضوع براتون حالت ملکه ذهنتون بشه. خب برای مثلا فیزیک میدونید باید تیپ سوالاش رو یاد بگیرید، برای شیمی باید حفظیاتش رو یاد بگیرید، مثلا مسائل رو میدونید قراره چه شکلی سوال استوکیومتری بدن. برای زیست این داستان خیلی تیپیک نیست، یعنی مثل فیزیک تیپ سوال نداره، باید کل کتاب رو بخونید و همین یکم سخت و پیچیده‌اش میکنه و نیازه که یک نفر حداقل بهتون توضیح داده باشه یا کتاب رو براتون بیاد حداقل در حد یک گفتار کوتاه یا چند صفحه از کتاب رو بررسی بکنه. همین که ببینید که چه شکلی باید بخونید، خوندن خودتون آروم آروم درست میشه و تمرینی که توی خونه انجام میدید آروم آروم اصلاح میشه این خوندنه و خودتون کم کم میبینید که چقدر نسبت به قبل فرق کردید. برای همین حتما نکاتی که میگم رو یادداشت بکنید که بعداً ازش استفاده بکنید و خودتون رو بهتر از روزهای قبل بکنید. برای همین حالا دو تا نکته رو من میخوام بگم اول کار. یکی این که چیزی که معلمان سال کنکور به ما خیلی میگفتن اینه که هر روز با زیست در ارتباط باشید، یعنی این خوندن زیسته هر روز یه کار هر روز و روزانه باشه واسهتون. حتی اگه مثلا قرار 5 صفحه بخونید، حتی اگه قرار 30 تا تست بزنید، پس حتما چه خودتون برنامه بنویسید چه مشاورتون قراره بهتون برنامه بده، رو این موضوع حواستون باشه که لازم این زیست خوندن کار هر روز باشه. و دوم این که معلمان میگفتن این خوندن زیست لیمیت نداره، یعنی از الان برای خودتون مشخص نکنید من تا کنکور 2 دور کتاب درسی رو میخونم، 3 دور کتاب درسی رو میخونم، هر چقدر تونستید بخونید. واقعا لیمیت نداره، یعنی اگر یک فصل رو 10 بارم بخونید، برای بار 11 هم اگه وقت کردید دوباره بخونید، نگید که 10 بار دیگه کافیه من میتونم همه سوالاشو جواب بدم. بازم قطعا یه چیزی هستش که از چشمتون ممکنه پنهون مونده باشه و برای بار 11 هم بازم نکات جدید توی کتاب پیدا میکنید. و خلاصه اینکه هر بار که این کتاب رو میخونید انگار که دیدتون یک لول بالاتر میشه، یک لول آپدیت میشه و کلا طراح برای همین از شما جلوتره، چون این کتاب رو شاید اون هر سال 5 بار میخونه و شما تازه مثلا شروع کردید به خوندن کتاب. برای همین همیشه توی آزمون یه سری نکات میده که شما رو میتونه توی دام آموزشیش بندازه، چون اون کتاب رو خیلی بهتر از شما بلده و خیلی بهتر میتونه کلمات کتاب رو به طوری به کار بگیره که سوال سخت براتون طرح کنه. و این تسلطه باید برای شما هم طوری بشه که اندازه یک طراح سوال در مورد کتاب و کلماتش بدونید و بازی نخورید سر جلسه امتحان. خب حالا میخوام 5 تا لول بکنیم این خوندن رو و حالا این 5 تا لول رو با هم دیگه چک بکنیم. لول 1 میشه سطحی خونی. یعنی چی؟ یعنی اینکه وقتی که دارید کتاب رو میخونید بیاید یک نگاه کلی به کتاب بندازید. مثلا میخواید گفتار اول رو بخونید، بیاید ببینید گفتار اول چی اومده گفته. یک مقدمه گفته مثلا، بعد اومده یک شکل مهم آورده اینجا، این شکل رو میبینید، لوله گوارش و اندام‌های مرتبط با اون. خب میدونید احتمالاً این شکل قرار سوال باشه، یه نگاه کلی بهش میندازید ببینید چه چیزی داره داخلش. فعلا نمیخواد چیز خاصی روی شکل انجام بدید یا مثلا بیاید نکاتشو دونه دونه در بیارید. بعد میایید متن کتاب رو میخونید، یه نگاه کلی به متن میندازید، فعلا روی کلمات خیلی ریز نمیشید، در حد روزنامه‌وار میخونید. مثلا ببینید اینجا اومده گفته ماهیچه حلقوی، خودش اومده یک اصطلاح جدید آورده به اسم اسفنکتر یا بنداره. فصل 2 دهم مثلا به همین دلیل انتخاب کردم که براتون خیلی جدید نیست، یعنی قبلا چند بار خوندید و هم بچهای دهم هم 11 هم 12 میتونن از این ویدیو استفاده کنن. بعد میریم جلوتر، اومده ساختار لوله گوارش رو گفته. خب این ساختار لوله گوارش لایه ها رو اومده توی این شکل گفته، پس میدونید احتمالاً این قراره یک شکل مهم و سوالخیز باشه که به هم مرتبطن این دوتا موضوع. بعد میبینید حرکت لوله گوارش رو گفته و شکل های مرتبط با اون رو اینجا آورده.
متن اینا رو هم همین شکلی میخونید و آروم پیش میرید تا انتهای گفتار. حالا این چه کمکی بهتون میکنه؟ خیلی وقتا داستان این شکلیه که وقتی که مطالب جلوتر رو میخونید کمک میکنه که مطالب اولیه رو بهتر درک بکنید. مثلا اینجا اومده کلمه ماهیچه حلقوی رو به کار برده. خب شما از قبل نمیدونید که این کلمه ماهیچه حلقوی چیه، وقتی بار اول دارید میخونید نمیدونید اصلا اهمیتش چیه. بعد که اینجا ساختار لایه گوارش رو میخونید میبینید آها توی لایه های یه حلقوی داریم یه طولی داریم، پس احتمالاً قراره که این حلقویه با طولی متفاوت باشه. برای همین اینجا تاکید کرده کتاب که اسفنکتر ماهیچه حلقوی داره. خب یا مثلا اینجا اومده حرکات لایه گوارش رو گفته. خب شما قبلش خونده بودید که این قراره که ماهیچه ها این حرکت رو ایجاد بکنن دیگه، به هر حال پس اهمیت داره که لایه ماهیچه‌ای رو خوب یاد بگیرید چون جلوترش حرکات لایه گوارش رو میگه. خلاصه اینکه یکم از جلوتر بدونید کمکتون میکنه که مباحث اولیه رو بهتر هم اهمیت اومدنش رو درک بکنید، همین که با دید بهتری شروع کنید به خوندن و حواستون باشه که اینجا اگر چیزی میگه ممکنه که جلوتر با جملاتش تبدیل به یک نکته مهم بشه و خلاصه داخل خود گفتار نکته ترکیبی ببینید. دومین چیز میشه اینه که عمیق بخونید. یعنی چی عمیق بخونید؟ یعنی اینکه طراح میخواد سوال بده، نمیاد که از متن کتاب یه سوال خیلی مثلا متن کتاب دقیقاً جدا کنه کپی کنه اینن بعد بگه کدام گزینه صحیح است، شما برید متن کتاب ببینید جواب بدید تستشو بزنید. این مال کنکورای سال 80 و مثلا 70 اینا بود که کنکورای ساده‌ای بود. الان دیگه این کار نمیکنن، تا جایی که میتونن سوالا رو میپیچونن و سختش میکنن. پس بعد شما اونقدر روی کتاب مسلط باشید که هر چقدر این سوالا سخت بشه و پیچیده بشه شما بتونید بازم سوالو خوب تحلیل کنید از پسش بر بیایید. اینجا اونجاییه که باید شما یک قدم از طراح جلوتر باشید و بتونید ذهن طراح رو خلاصه پیش خونی کنید. مرحله سوم میشه شکلا. باید شکلا رو قشنگ و خوب بررسی بکنید. یعنی چی شکلا رو خوب بررسی بکنید؟ مثلا این شکل اومده، خب واقعا میشه بی نهایت نکته از این شکل در آورد. از تک تک جزئیاتش میشه نکته در آورد. خب از همینجا مثلا نگاه بکنید ساختار بینی چه شکلیه. این قسمت ساختار داخل بینی رو ببینید، حالت چین خوردگی داره داخلش. خب همین میتونه یه سوال باشه. این قده بزاقی رو اینجا ببینید، میتونه محل قرارگیریش یک نکته و یک تست باشه. همینجا مثلا محل قرارگیری نای نسبت به مری رو ببینید، همین میتونه نکته باشه که نای جلوتر از مریه. میایم جلوتر، اینجا دیافراگم رو ببینید، دیافراگم راست نسبت به چپ یکم بلندتره به خاطر قرارگیری کبد، مثلا علتش هم دارید تو شکل میبینید. خلاصه و همه اینا میتونه نکته باشه. یعنی قشنگ لازم نیست که شما تست ببینید بعد توی تست نکته رو اشتباه بزنید و بعد بیایید تازه توی شکل نگاه کنید شروع کنید کنار کتاب یا کنار شکل یادداشت کردن. اصلا لازم به این کار نیست. وقتی که دارید میخونید خودتون میتونید 1000 تا نکته از توش در بیارید و اتفاقا این کارو بکنید. این کار خیلی ذهن شما رو شارپ و تیز میکنه نسبت به نکاتی که سر آزمون میبینید و نکاتی که توی تست میبینید. خب برای همین حتما این کارو انجام بدید. خودتون تا جایی که میتونید نکته در بیارید. موقعی که تست میزنید نکات رو صحت سنجی کنید و چیکار بکنید ببینید که کدوم نکته مهمتره. اگه نکته‌ای که شما نوشتید توی تستم اومده خب خوشحال میشید و چیکار میکنید در واقع اون نکته رو هایلایتش میکنید که نسبت به بقیه نکاتتون چیزتره مهمتره. خب حالا دیگه خلاصه شکل رو هم بررسی میکنید و این میشه قسمت 3. مرحله 4 زمانیه که دیگه کتاب خوب خوندید، همه چیز رو یاد گرفتید و میخواید برید سراغ تست میزنید. فعلا کاری با کتاب درسی ندارید. تستا خب 3 حالت داره، یا درست میزنید که خب نکته خاصی نداره یعنی نکتهش رو یاد دارید، برای همین احتمالاً چیز مهمی نداره. اگر حس میکنید سوال رو درست زدید و نکته مهمی داره حتما توی کتابتون یادداشت بکنید. کجا یادداشت میکنید؟ توی کنار اون قسمتی که نکته مربوط به اونه. مثلا از این شکل 1 اومده یه نکته‌ای در آورده کتاب تستتون، خب میاد کنار همینجا یادداشت میکنید برای خودتون. چه میدونم مثلا اینجا در مورد ساختار لایه گوارش نکته آورده، همینجا با مداد برای خودتون یادداشت میکنید. سعی کنید با مداد هم یادداشت کنید چون ممکنه که بعداً جلوتر که برید اشتباه برداشت کرده باشید نکته تست رو و بعد بیاید اینجا با مداد رو پاکش کنید یا اصلاحش بکنید نکته‌ای که نوشتید. تست نزده و غلط هم که خب روال خودش رو داره، قطعا باید نکتهش رو بنویسید. یه چیزی بوده که یاد نداشتید و حتما اون نکته ها رو هم مینویسید.
حالا چیزی که خیلی مهمه و بچه‌ها بعضن این اشتباه رو انجام میدن اینه که میرن پاسخنامه میخونن، نکته رو عیناً میون توی کتاب درسیشون مینویسن. این کار رو لطفاً اصلا انجام ندید. شما باید وقتی که پاسخنامه رو میخونید، مثلا نصف صفحه پاسخنامه اومده توضیح داده در مورد یک تست، اما کل اون پاسخنامه برای شما فقط یک نکته داشته که شما یاد نگرفتید و یاد نداشتید که تست رو اشتباه زدید یا نزده داشتید. خب برای همین شما همون یه نکته‌ای که نمیدونستید از قبل و باعث شده که تو دام سوال بیفتید، همون یک نکته رو به صورت خلاصه و برداشت خودتون رو می‌نویسید، از زبون خودتون می‌نویسید. نه عین پاسخنامه مثلا IQ یا خیلی سبز رو کپی کنید توی کتابتون. این شکلی اصلا نمیتونید یاد بگیرید و هی اون نکته از ذهنتون میره. نکته باید به زبون خودتون با گفتار خودتون باشه و چیزی که خودتون یاد گرفتید اون لحظه اینه که توی ذهنتون میمونه. وگرنه بعداً بیاید این کتاب رو بخواید مرور بکنید این فصل‌ها، می‌بینید که علاوه بر خط کتاب 50 تا نکته دیگه هم دارید که هیچ کدوم از اینا توی ذهنتون نیست و همش براتون جدیده. انگار مثلا اومدید کتاب درسی رو با کتاب خیلی سبز قاطی کردید و اون نکات مختص شما نیست. خب حتی یه بعضی از بچه‌ها هستن که نکاتی که می‌نویسن و اگر کسی دیگه بخونه نمیفهمه چی نوشتن، چون اونا دیگه خیلی شخصی سازی نکاتشون، یعنی خودشون میفهمن ولی اگه کسی دیگه بخونه میگه چی نوشتی اینجا. خب یا مثلا این چه نکته‌ایه من نمیفهممش، چون خود طرف فقط میفهمه که اونجا چی رو داره میرسونه و چه نکته‌ایه و کاملا برای خودش خلاصه کرده. خلاصه سازی توی این که بتونید تو حجم کم کتاب درسی که فضای سفید داره نکات بیشتری جا بدید، اینم خب قطعا کمکتون میکنه. و مرحله پنجم یا مرحله آخر میشه مرورتون. لازم دارید که یک مرور هم داشته باشید آخرش. و مرورتون چی میشه؟ وقتی که دارید میخونید خب یه سری چیزا واسهتون مهمه دیگه، مثلا حلقوی و هایلایت میکنید، چه میدونم اینجا کلی نکته در مورد شکل در میارید مینویسید. ساختار لوی گوارشو که دارید میخونید، مثلا صفاق براتون مهمه که اندامهای درون شکم را به هم وصل میکنه، پس خارج شکم رو کار نداره. پس مثلا مری که داره اینجا از قفسه سینه عبور پیدا میکنه، دهانی که این قسمت خارج شکم قرار داره، به صفاق ربطی نداره. خب پس لایه بیرونی بخشی از در ناحیه شکمی قرار دارد. خب همین یه نکته میشه، همین کلمه شکم را هایلایت میکنید. خب هر موقع که میخونید به این فکر میکنید که اوکی صفاق و لایه بیرونی فقط زمانی لایه بیرونی جزئی از صفاقه که داخل شکم باشه و حتی لازم نیستش که نکتهشو اینجا بنویسید، برای خودتون این زیر بنویسید، با یه هایلایت کردن ازش رد میشید و موقعی که دارید مرور میکنید میایید سراغ این هایلایت ها، یعنی این نکاتی که اصلا خود خط کتابه، لازم نیست هیچ نکته‌ای رو اضافه تر بنویسید، خود خط کتابه. و بعد دیگه شکل رو هم کامل هم نگاه میکنید، هم شکل رو نکاتی که نوشتید رو برای خودتون جدا میکنید. و یه کاری که من توی تدریسام انجام میدم و توصیه میکنم شما هم انجام بدید، این شکل در هم بر هم قاطی پاتی رو بیاید برای خودتون وقتی که دارید حالا یا مرور میکنید یا دارید قسمتی که شکل رو میخونید، بیاید برای خودتون ساده سازیش کنید. آقا یعنی چی کار بکنیم؟ بیایم مثلا این لایه ها رو خیلی ساده 4 تا خط بکشیم، بگیم که این لایه مخاطیه، لایه 1 داخلی ترین لایه است. خب اینجا هم میشه مثلا فضای روده، این میشه مخاط. بیایید برای خودتون بنویسید داخل مخاط چه عناصری وجود داره، این زیرش بنویسید. اینجا میشه لایه زیر مخاط. خب باز بنویسید تو لایه زیر مخاط چه عناصری وجود داره. اینجا یه میشه لایه عضلانی. خب خود لایه عضلانی چند قسمت داره؟ بیاید اینجا رو برای خودتون تقسیم بندی کنید، بگید اینجا مثلا عضله حلقوی قرار داره، اینجا لایه عصبی و بافت پیوندی سست قرار داره، اینجا عضله طولی قرار داره. کل این با هم میشه لایه عضلانی. اینجا هم میشه لایه بیرونی که از بافت پیوندی سست تشکیل شده و داخل شکم صفاق رو تشکیل میده. خب الان ببینید همین چیزی که ساده و خودتون نوشتید این روها، اینم نرید چیز بکنید، لازم نیست از جایی کپی بکنید، خودتون خیلی راحت میتونید یه چه میگن اسمش رو، یه شمای کلی از این شکل عجیب غریب کتاب که ممکنه توی ذهنتون نمونه، یه اینجور چیز خلاصه و شیک در بیارید. لازم نیست اصلا اینا رو توی خیلی سبز ببینید، کسی بهتون درس بده، خودتون میتونید برای خودتون بسازید اینا رو و چیزی که خودتون میسازید توی ذهنتون میمونه، چیزی که تو خیلی سبز میبینید کمتر توی ذهنتون میمونه و خب این یه داستان خیلی مهمه. یا مثلا اینجا توی این شکل صفاق رو نگاه بکنید، این شکل ب، مثلا اینجا رگای قطورتریه، هرچی که به انتها میره رگاش نازک‌تر میشه. خب
این نکته رو اصلا لازم نیست توی کتاب چه میدونم پینوکیو خیلی سبز ببینید، همین شکل رو که دارید میبینید یکم بهش دقت بکنید میبینید که آها این هرچی که به این انتها میاد نازک‌تر میشه. چیزی که میخوام بگم اینه که ذهنتون شارپ باشه، یعنی برای طراح همین مهمه دیگه، طراح میاد از همین سوال میده. خب و دیگه لازمه که مثلا لایه‌ها رو توی تستا بررسی کنید. وقتی که این شکلی به این صورت و با این شما میایید لایه‌ها رو برای خودتون میکشید، موقع بررسی کردن توی تستا روی همین شما ذهنتون حرکت میکنه دیگه، بر نمیگردید به این شکل یاد نیم ساعت متن یادتون نمیاد. همین شما رو یه چک میکنید و گزینه‌ها رو جواب میدید، مخصوصا اون تستایی که میاد داخلی تر و نسبت به خارجی تر میسنجه. پس این میشه کار کلی که باید انجام بدید. این 5 تا سطحی خوانی، 1 خوندن با دقت و عمیق، 2 خوندن شکل ها، 3 4 هم میشه تست و 5 مورد. خب حالا من شکل و تست رو بهتون یه خلاصه ای ازش گفتم و مرحله دوم خوندن عمیق کتاب درسی رو گذاشتم این آخر. این جاییه که خیلی کار میبره ازتون و در واقع بیشترین تایم مطالعه‌تون هم سر همین خوندن با دقت متن میره. منم گذاشتم آخر این ویدیو که براتون کامل و دقیق توضیح بدم و روش خوب وقت بذارم براتون. حالا کاری که میخوام اینه که متن کتاب شما سطحی خوندید، میخواید تو مرحله دوم عمیق و با دقت بخونید. کاری که میکنید خب شروع میکنید به خوندن. حالا ذهنتون باید رو چه مسائلی شارپ باشه؟ در واقع میتونم بگم باید رو تک تک کلمات کتاب ذهنتون دقیق باشه و رو تک تک کلمات حساس باشید، چون هر کلمه میتونه سوال بشه. خب و کم کم پترن این که از چه کلماتی و از چه مباحثی بیشتر سوال میدن توی ذهنتون شکل میگیره و انگار خودتون رو جای طراح میبینید که میخواد از کتاب سوال طرح کنه. خب حالا ببینیم وقتی طراح میخواد سوال طرح بکنه چجوری خط کتابو میخونه. میاد مثلا میگه غذا خوردن یکی از لذت‌های زندگی است. خب این متن شاید برای شما خیلی متن ساده‌ای باشه و اصلا سوال نداشته باشه. طراح میاد چیکار میکنه؟ میگه یکی از لذت‌های زندگی. پس من اگه یک کلمه فقط قبل این بذارم و این لذت‌ها رو چیز بکنم، غذا خوردن تنها لذت زندگیه. خب یا مثلا فقط غذا خوردن لذت زندگی، همین میشه یک عبارت غلط که ممکنه شما سر آزمون یا بگید این سوال از کجا اومده. حالا این چیز کلیه، یعنی میخوام پترنش رو یادتون بدم، اینجوری سوال نمیدن. کلی عبارت‌های مهمتر و علمی‌تر جلوتر هستش که بخوان اونا رو تبدیل به سوال بکنن. خلاصه میخوام بگم این پترن خوندن طوریه که شما زیست بخونید، دینی بخونید، روزنامه بخونید، حتی میتونید اونا رو هم همین شکلی بخونید. یعنی ربطی به این نداره که فقط این مختص زیست باشه. توی زیست باید این شکلی بخونید، ولی حتی شما روزنامه رو هم بردارید شروع کنید بخوندن، میتونید ازش پترن سوال زیست در بیارید. اوکی؟ حالا میریم جلوتر. مثلا گفته که میتواند مواد و انرژی لازم برای سالم ماندن رو درست بکنه. پس یکی مواد، یکی انرژی. اینایی که دو تا موردو دارن میگن، خب میشه باز دوباره یکی از اینا رو توی سوال حذف کرد، یه فقط قبل کلمه انرژی انداخت و یه عبارت ناصحیح در آورد و بعد اونجا سر آزمون شما باز دوباره گیر میکنید کتاب چی گفته بود تو اون متن. من یادم نمیاد، ذهنم یه سری کلمات پراکنده است، یادم نمیاد آیا قبل انرژی کلمه‌ای بود یا نبود. خب موقع خوندن اگه به همین کلمه ماده به انرژی دقت بکنید، سر آزمون هر جوری این دو تا ترکیب رو تغییر بدن که غلط بشه شما یادتون میاد و توی ادامه سوال نمیافتید. خب این یکی دیگه از پترنا، یعنی یکی از پترنا این داستان یکی از فلان ها، یکی همینه که حالت دو تا مثلا کلمه پشت سر همه که میتونه تبدیل به سوال بشه. حالا میریم جلوتر. اینجا گفته اضافه وزن و چاقی یکی از مسائل. خب پس ما کلی مسئله داریم که اضافه وزن و چاقی یکی از مسائل مرتبط با گوارشه. اوکی، پس چیزی هم که اینجا باید حتما بهش توجه بکنیم اینه که میتونه کلی مسئله داشته باشه. اگه گفت تنها مسئله مثلا اضافه وزن و چاقیه، خب این اشتباه میشه عبارت. اینم باز دوباره از همین پترن یکی از لذت ها بود، اینجا هم گفته یکی از مسائل. پس ببینید حتی ممکنه جاهایی که به نظرتون خیلی الکی باشه میتونه ازش سوالای سختی تر بشه که گیر بندازه شما رو. میایم سراغ گفتار 1. شروع میکنیم. گفته که لوله گوارش لوله پیوسته است از دهان تا مخرج ادامه دارد. خب اول از همه میدونید که ما دو تا موضوع داریم، یکی دستگاه گوارش داریم، یکی لوله گوارش داریم.
پس این دوتا میتونه چیزایی باشه که شما سر آزمون با خوندن سریع صورت سوال یا گزینه ها از روش رد بشید و اصلا حواستون نباشه. دوتا عبارتیه که شبیه همه و موقعی که شما دارید سریع میخونید که تست رو ببرید جلو، ذهنتون این دوتا رو با هم دیگه قاطی میگیره. خب مثلا توی ذهنتون دستگاه گوارشه، اون نوشته لوله گوارش، انقدر سریع میخونید کلمه لوله رو دستگاه میخونید و ازش رد میشید و سوال رو اشتباه میزنید، اون گزینه رو اشتباها درست یا اشتباها غلط میگیرید. اوکی، بنابراین این کلماتی که شبیه همن رو حتما توی ذهنتون جدا بکنید. کلمه دستگاه گوارش دیدید، توی متن سوال زیر کلمه دستگاه خط بکشید و بعد ازش رد بشید. حواستون باشه آقا این دستگاه بود، دستگاه بیشتر از لوله است، دستگاه هم لوله هم اندامهای مرتبط با اون. پس اگر گفتش هر مثلا جزء در دستگاه گوارش، شما حتما باید حواستون به چیا باشه؟ به کبد باشه، به کیسه صفرا باشه، به پانکراس باشه، به غدد بزاقی باشه، چون اینا علاوه بر لوله گوارشن. اگر گفت هر جزء لوله گوارش، دیگه کاری با این اندامهای دور و برش نداریم، از دهان تا مخرج رو در نظر میگیریم. یه سری کلمات هستش که خودتون هم قطعا میدونید که ممکنه مهم باشه. پیوسته بودن این لوله ممکنه مهم باشه، حلقوی بودن ماهیچه ها ممکنه مهم باشه و کاری که بنده داره انجام میده چیه؟ تنظیم عبور مواد. حالا همون موقعی که متن رو خوندید، بعدش بیاید سراغ شکل، یعنی این مرحله 2 که خوندن خط کتابه و مرحله 3 که شکل‌های همزمان میتونه باشه، چون که دیگه همون متن رو میخونید بلافاصله شکلش هم بررسی بکنید. شکلم که خب توضیح دادم که چیکار رو باید بکنید. حالا مثلا دقیق‌تر هم بخواید بررسی بکنید، اینجا قطعا کلی سوال از این تکه میتونه در بیاد دیگه. خب اینکه راست روده یه قسمت جدا از روده بزرگ، روده بزرگ مستقیم به مخرج وصل نمیشه، یه راست روده‌ای بین اینا هستش که بعضی از بچه‌ها این اشتباه رو میکنن، فکر میکنن روده بزرگ به مخرج ممکنه وصل بشه، توی تستا همینو از دست میدن. خب اینکه آقا این آپاندیسیته، این آپاندیس کجاست؟ سمت راست بدنه، کلا این تکه میشه راست، این تکه میشه چپ. همین راست و چپ بودنه باز دوباره خودش میتونه مهم باشه. اینکه محل کیسه صفرا کجاست نسبت به کبد، نسبت به روده بزرگ. خب اینکه کبد 2 تا لوب داره، لوب سمت راستش 2 تا بخش داره، حالا اصطلاحاً میگن لوب، 2 تا بخش داره، این بخش راستش بزرگتر از بخش چپش. خب اینکه این مری که داره میاد پایین از اینجا، این دریچه انتهای مریه، این دریچه انتهای معده است. حالا اینجا یکم عکس شلوغ شد میخوام نشون بدم، ولی خلاصه این که بدونید سمت راست این دریچه ها، سمت چپ این دریچه ها، خود معده قسمت اعظمش کدوم قسمت قرار گرفته. میبینید که ابتداش خط وسطه، بعد میره سمت چپ بدن، بعد دوباره این دریچه انتهای مری یا دریچه انتهای معده یا پیلور باز دوباره سمت راست بدن قرار داره. خب همه اینا میتونه سوال باشه و خب قطعا هم ازش سوال دیدید خودتون به اندازه کافی. حالا بعد از اینکه این شکل رو بررسی کردیم، یه سری شکل هستن که از نظرتون اون اول کم اهمیت ترن، ولی تو اینا بگردید نکات خوبی پیدا میشه. نکته خوب چیه؟ نکته خوب اینه که مثلا اینجا نگاه بکنید، توی قسمتی که دریچه انتهای مری، این مریه دیگه درسته، دریچه انتهای مری وجود داره و به معده وصل میشه، ضخامت این لایه ماهیچه‌ایش بیشتر شده، چون که کار دریچه چیه؟ اینه که در اکثر مواقع بسته بمونه، پس نیاز به یک ماهیچه ضخیم‌تر داره برای این بسته موندنش. خب همین میتونه تست بشه و شما سر آزمون وقتی این گزینه رو میبینید میگید تو خط کتاب نبود، توی شکل هم که من یادم نمیاد و گیر میکنید، میگید من نمیدونم، اینو سوالو نزده میذارید، در صورتی که توی شکل کتاب بوده یکم دقت میکردی سوالو از دست نمیداد. مثلا کتاب خودش گفته چین خوردگی داره معده دیگه، چین خوردگی معده رو اینجا دارید میبینید. خب و این دیدن این چین خوردگی ها توی خود خط کتاب هم هست، خط کتاب خوب خونده باشید هم یادتون هست قطعا سر آزمون، ولی این دیدن چین خوردگی ها کمک میکنه که بهتر یاد بگیرید، یعنی میتونید نکات رو این شکلی برداشت بکنید قشنگ. بعد میریم سراغ ادامه متن پسش. حالا گفته چی؟ گفته که حالا اینجا داره دونه دونه اسم چیا رو میگه، اینجا داره دونه دونه اسم اندام هایی رو میگه که مرتبطن با لوله گوارش و در واقع جزء لوله گوارش نیستن، جزء دستگاه گوارش هستن. همون بازی با کلمات لوله و دستگاه گوارش، این دو تا ترکیبی که شبیه همه و میتونید شما اشتباه بگیرید، سر این 4 تا اندام میتونید اشتباه بگیرید. پس توی سوالی اگر داشت لوله گوارش و دستگاه گوارش رو مقایسه میکرد، تفاوتش رو باید توی این 4 اندام دنبال مثال نقض باشید براش. غده های بزاقی
این خیلی میتونه سوال باشه. اصلا کلا ببینید کلمه قدد و کلمه قده، ببین چقدر شبیه همه این دوتا کلمه. همین شباهت این دوتا کلمه با هم، جمع بودن قدرت و مفرد بودن قده، خودش میشه کلی نکته سوال و کلی بازی با کلمه. چون ذهن شما وقتی که دارید سری صورت سوال رو میخونید حواسش نیست که قده مفرده، قدرت جمعه و میتونه خودش مثال نقص باشه. خب مثلا میگه که قدرت چه میدونم ترشح کننده ای که در کنار گوش مثلا قرار دارن، در جلوی گوش قرار دارن، خب این درسته. اما همینو بگه قده، خب اشتباه میشه چون ما دو تا قده داریم، قده بناگوشی دوتا. اوکی. و اینکه مثلا قدرتمون چه میدونم جفتیه یا اینکه اون قدرت کوچیک حالت تکی وجود دارن، همین کلی میتونه جای سوال بشه. بعد پانکراس و لوزالمعده، کبد یا جگر و کیسه صفرا، اینا رو دونه دونه بیاید ببینید. اینا رو خود کتاب آورده اسمشون رو قشنگ و دقیقاً هم زیر همین شکل آورده. یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا بیا اینا رو قشنگ نگاه بکن. طراح وقتی که اینا رو میبینه توی متن کتاب، اولین کاری که میکنه میاد نگاه میکنه ببینه اوکی کبد اینجاست، دوربرش چیان، بالاش چیه، سمت چپش چیه، پایینش چیه، چه میدونم خود کبد از چند قسمت تقسیم شده. همین داستان دیافراگم سمت راست و چپی که گفتم اینجا میبینید توی شکل. اینجا پانکراس رو اومده گفته این پانکراس رو میبینید. اوکی پانکراس مثلا واضحه که پشت معده قرار داره و حالا اینجا معده رو اومده حالت شفاف کشیده که لوزالمعده از پشتش دیده بشه. همینا میتونه سوال باشه. یعنی قشنگ خودتون دوربر اون اندامی که واسه کتاب مهمه و اسمش آورده رو باید یه سرچ کامل انجام بدید و نکتهشو بنویسید دیگه. حالا ممکنه که نکته‌ای که دارید می‌نویسید اشتباه باشه، یعنی اشتباه برداشت کرده باشید و وقتی که توی تست میرید نکته صحیحش رو ببینید. این اوکیه، نکتهتون رو تصحیح بکنید. برای همینم گفتم با مداد بنویسید. ولی این دلیل نمیشه که اون اولی که دارید میخونید کامل نخونید. یعنی ببینید دارم پترنای طرح سوال رو بهتون میگم و حواستون باشه. بعد میاد ساختار لگووارش رو میگه. حالا اینم که خب چیزیه که خیلی دیگه حالت تیپیکال کنکور استفاده از قیدا. خب یعنی شاید حتی مثلا راهنمایی هم که بودید میدونستید تو کنکور زیست شناسی بازی با قید داریم و میان از قید میدن. ساختار تقریبا مشابهی دارن. خب بچه‌ها میان میگن تقریبا مشابه. اگه عین خط کتابو داد ما صحیح میگیریم. اگه گفت دقیقاً مشابه ما غلط میگیریم چون دقیقاً مشابه نیستن. مثال نقضش هم مثلا اون لایه مورب توی معده است. جلوتر خوندید. به همین دلیل گفتم این سطحی خوانی داشته باشید برید جلوتر رو بخونید. بعد دوباره از اول بیایید دقیق بخونید. علتش همین بود. چون که اینجا که میگه تقریبا مشابه، شما یادتون میاد اون موقع که داشتم سطحی خوانی میکردم جلوتر یه لایه مورب و توی معده اضافه تر گفته بود خط کتاب. پس من اینجا این تقریبا مشابه که میبینم یاد اون موضوع میافتم. و یکی از مثالای نقضش اون تکه. یکی دیگه از مثالای نقضش چیه؟ همین داستان استفاقه که لایه بیرونی تو قسمت شکم بخشی از استفاقه، اما وقتی که بیرون شکم میشه، اینجا توی عکس ببینید، وقتی که بیرون شکم میشه این تکه، این قسمت‌های مری لایه بیرونیش دیگه به استفاق متصل نیست. اوکی؟ بعد گفته که از خارج به داخل. خب همین از خارج به داخل یعنی چی؟ یعنی اینکه قراره توی سوالات کلی سوال بدن که اینا رو نسبت به هم مقایسه بکنن، کدوم داخلی تر کدوم خارجی تر. اینو دیدید؟ یعنی مطمئن باشید تو سوالا قراره کلی اینجور مدل ببینید. خب لایه بیرونی، لایه ماهیچه‌ای، لایه زیر مخاطی و لایه مخاطی. اینجا دیگه چیز نداره. گفته در همه لایه‌ها بافت پیوندی سست وجود دارد. کلا یه چیزی که از قدیم هم میگفتن توی زیست شناسی کلمه‌های همه یا قید همه خیلی کم داریم. شما اونایی که همه هست رو یاد بگیرید و بقیه چیزا دیگه اگه گفت همه احتمال 99% اشتباه. این یکی از اون جاهاییه که این همه رو یاد بگیرید. چیزای دیگهش مثلا اگه بگه توی همه لایه‌ها چه می‌دونم یاخته عصبی داریم، خب اشتباهه. توی فقط دو تا لایه یاخته عصبی داریم. اگه بگه توی همه لایه‌ها ماهیچه‌ای داریم، اینم اشتباهه. توی همه لایه‌ها بافت ماهیچه نداریم. توی لایه بیرونی مثلا بافت ماهیچه نداریم، فقط بافت پیوندیه. خب همه اینا ببین میتونه مثال نقض باشه واسهش بجز بافت پیوندی سست که مثال نقض نداره و تو همه لایه‌ها هست قطعا. مخاطی زیر مخاطی همه جا هست. این داستان استفاق هم که بهتون گفتم، این شکلای الف و ب این تکرم با هم یه نگاه کلی انداختیم و بعدش میایم سراغ اینجا لایه ماهیچه‌ای. توی لایه ماهیچه‌ای اومده گفته در دهان، حلق، ابتدای مری و بنداره خارجی مخرج ماهیچه مخطط داریم. خب
وقتی کلمه اصلا ماهیچه مخطط رو میبینید یاد چی میافتید؟ یاد فصل قبل میافتید که داشت انواع ماهیچه رو میگفت و داشت ویژگی ماهیچه مخطط رو میگفت. منظور کتاب از ماهیچه مخطط مهمتر منظورش اینه که آقا این عضلات ارادی کار میکنن، یعنی عضلات دهان، حلق، ابتدای مری و بنداره خارجی مخرج کارشون ارادیه. خب حالا توی سطحی خوانی اگه جلوتر رو خونده باشید میگه که بل غیر ارادی از حلق به بعد اتفاق میفته، یعنی توی حلق بل غیر ارادیه. ماهیچه ها ارادی هن، اما عمل بل یه عمل غیر ارادی میشه. خب همین ببین، همین میشه یک سوالی که طراح میاد با همین کار میکنه، اینکه ماهیچه‌اش مخططه نسبت به بقیه لوله گوارش. این 4 قسمتی که کتاب نام برده عمل کردشون نوع ماهیچه‌شون متفاوته، اما توی بل باز میاد یه استثنای دیگه روی این استثنا میذاره و میگه که حلقه ابتدایی مری با اینکه مخططن، با اینکه ما میدونیم ماهیچه مخطط ارادی کار میکنه، اما عمل بلی که قراره انجام بدن غیر ارادیه. اوکی، پس ببین همین میتونه باز دوباره سوال باشه. خب گفته که در لایه‌های در بخش‌های دیگر لوله گوارش ماهیچه صافه. باز دوباره کلمه ماهیچه صاف رو دیدید، میتونید برید نکته ترکیبی یاد بگیرید از فصل قبل. خب نکته ترکیبی رو همینجوری براتون می‌نویسه اون کسی که داره کتاب درسی می‌نویسه یا مدرسی که بهتون درس میده. کلمه ماهیچه صاف رو که می‌بینه، کلمه ماهیچه مخطط رو که می‌بینه، ذهنش برمیگرده به فصل 1، میاد ویژگی‌های ماهیچه صاف رو دوباره براتون از اول شروع می‌کنه به گفتن. چه می‌دونم سلولایی هستن که مورب شکلن، تک هسته‌ای ان، رنگشون صورتی و سفیده و هر چی که نکته توی فصل 1 خونده بودیم. خب به شکل حلقوی و طولی. این حلقوی و طولی هم که اوضاعشون چجوریه رو با هم دیگه توی شکل بررسی کردیم و گفته دیواره معده یک لایه ماهیچه مورب دارد. باز دوباره یه استثنا. این استثنا همشون سواله. استثنا یعنی چی؟ یعنی اینکه میاد توی چیز میگه که همه بخش هایی که در لوله گوارش قرار دارن فلان ویژگی رو دارن. بعد معده یه لایه ماهیچه مورب بیشتر داره، از این قاعده مستثنا میشه، اون عبارت نقض میشه. یا میاد میگه که چی؟ نمیاد بگه که توی یه چیزی که توی تستا خیلی داریم اینه که مثلا نمیاد مستقیم بگه معده، میاد یک ویژگی از معده رو میگه. خب و این یکی از سخت ترین سوالاییه که شما میبینید و نیاز به تسلط واقعا 100% روی کتاب داره سریع حل کردن این تستا. میاد یک ویژگی از معده رو میگه. میاد میگه مثلا معده، جای اینکه بگه معده ببخشید، میاد میگه که عضوی در لوله گوارش که کیسه‌ای شکله. میاد میگه عضوی از لوله گوارش که یک لایه ماهیچه بیشتر داره. حتی اسم مورب هم نمیاد بگه که یاد معده بیفته، میگه یک لایه ماهیچه بیشتر داره توی دیواره خودش. خب و اینجا دقیقاً همون جاییه که خیلی از بچه‌ها گیر میافتن. حالا سخت‌ترش چیکار میکنه؟ میاد همینو به صورت یک سوال مثلا چیز طرح میکنه، چی میگن اسمش، یک سوال ترکیبی طرح میکنه با فصلای جلوتر. حالا وقتی که جلوتر کل کتابای 10ام 11ام 12ام خوندید دیگه نمیاد بگه که عضو کیسه‌ای شکل دستگاه گوارش، میاد میگه که تمام اعضای کیسه‌ای شکل بدن. خب پس اینجا خیلی مهمه که اگر شما کلمه یا ویژگی از هر عضو میبینید و میرید فصلهای آینده میبینید اون ویژگی داره تکرار میشه، کلمه کیسه‌ای شکل مثلا یه جای دیگه هم ممکنه برای اندام دیگه به کار ببره، یا حتی برگردید فصل قبل برای دستگاه گلژی گفته بود اندامک کیسه‌ای شکل. میبینید همین کلمه کیسه‌ای، همین اشتراک بین دو تا فصل میتونه باشه یک سوال ترکیبی و طراح از همین طرح میکنه، نمیاد یعنی ذهن خارق‌العاده‌ای نداره طراح، همینا واسش میشن یه سری نکته که ازشون استفاده میکنه. بعدش میریم سراغ این که لایه زیر مخاط رو گفته موجب میشود روی لایه ماهیچه‌ای 1 بچسبد، 2 بلغزد، 3 چین بخورد. باز دوباره اومده 3 تا عمل کرده گفته. طراح میاد چی میگه؟ میگه لایه‌ای از ساختار لوله گوارش که باعث میشه مخاط بلغزه، مخاط بچسبه روی لایه ماهیچه‌ای. خب و شما باید روی خط کتاب کاملا تسلط داشته باشید که بتونید بدونید که منظورش لایه زیر مخاطه. اوکی، یعنی یه ویژگی از یک لایه رو میگه ولی اسم خودش رو نمیاره و همین از شما تایم میگیره که تا فکر کنید از 4 لایه کدوم لایه اون کار رو انجام میده. اما اگه تسلط داشته باشید همون موقعی که دارید صورت سوال رو میخونید، مثلا این عبارت رو میبینید، همون لحظه بالاش مینویسید منظورش لایه زیر مخاطه
و حالا سوالات سخت‌تر هم اون شکلی میشن که میاد یک ویژگی رو میگه که توی دو تا لایه وجود داره. مثلا میگه تمام لایه هایی که شبکه عصبی دارن. خب شبکه عصبی هم تو زیر مخاطه هم تو لایه ماهیچه‌ایه. خب و شما باید تو لحظه یادتون بیاد که اوکی هم زیر مخاط هم لایه ماهیچه‌ای رو داره برای من میگه و روی حالا همون بالای صورت سوال مثلا جفتشو بنویسید و حالا توی گزینه‌هایی که میاد میده توی یکی از اون گزینه‌ها ویژگی این دوتا مشترکه، توی بقیه مثلا یه ویژگی رو لایه زیر مخاط داره، اون ویژگی رو لایه ماهیچه‌ای مثلا نداره و همه سه تا گزینه دیگه رد میشن، فقط یه گزینه که بین این دوتا لایه مشترک ویژگیش باقی میمونه. برای همین حتما حواستون به چیز باشه، به این ویژگی ها باشه. توی سوالای تشریحی که مخصوصا حالا توی راهنمایی امتحان میدادید این شکلی بودش که مثلا معلم میومد میگفتش که 3 ویژگی لایه مخاطی رو بگو، 3 ویژگی لایه زیر مخاطی رو بگو. این شکلی بود سوالاتش. خب و شما 3 تا ویژگی میدادید. اما الان تو کنکور داره چپ طراح کار میکنه، ویژگی میده، توقع داره که شما از اون ویژگی به اندامه، به اون لایحه، به سلول مورد نظر برسید. مثلا میاد چیکار میکنه؟ توی لایه مخاطی مثلا بافت پوششی داریم. خب میاد میگه اون لایه‌ای که بافت پوششی داره فلان کار رو انجام میده. دیگه نمیاد اسم لایه مخاطی رو مستقیم بیاره براتون. اینم بهتون گفتم دیگه، فکر کنم بنزه کافی توضیح دادم. باز دوباره توی لایه مخاطی گفته کارهای متفاوتی مثل جذب و ترشح. خب پس اگه بگه فقط جذب اشتباهه، بگه فقط ترشح اشتباهه، بگه فقط جذب و ترشح بازم اشتباهه، چون گفته کارهای متفاوتی مثل این دوتا. خب یعنی فقط جذب و فقط ترشح نیست و فقط جذب و ترشح هم نیست. خب این کلمه یا و خیلی مهمه واقعا. چند کلی کار انجام میده، این دوتا مثال هاش هستن. پس اگر گفت فقط باز دوباره اشتباه میشه. چیزی که من از امیرخانی میخوام در واقع ازتون همینه که اینا رو خوب یاد بگیرید و حتما به کار ببرید موقع خوندنتون. واقعا اولش وقت میگیره ازتون این شکلی خوندن و ازتون تایم میگیره، لازمه که هم خودتون این کار رو تمرین کرده باشید تا سریع بتونید بخونید. اون اولش یکم وقت میگیره و حتما این وقت رو بذارید، چون انقدر شما رو نسبت به کتاب و نسبت به تک تک کلمات کتاب حساس و مسلط میکنه که بعد از یک مدت میبینید که دیگه تستا براتون اونقدر نکته جدید نداره. تستا خیلی هاشون واسهتون نکات تکراری داره، یعنی اصلا قبل اینکه تست زده باشی نکاتش رو یاد دارید. خب و خیلی وقتا هم هستش که نکات از همین متن کتاب میاد دیگه، از جای غیر از متن کتاب قرار نیست بیاد، بازی با کلمات همین متن کتابه. پس حتما قبل از اینکه بخواید عمیق بخونید یک سطحی خوانی داشته باشید، بعد برید عمیق بخونید و همزمان شکل‌های کتاب رو بررسی بکنید. در مرحله 4 تست بزنید، نکات تست رو حتما یادداشت بکنید کنار کتابتون در بخش مربوط به اون و آخر سر هم مرور کنید. مرور هم میشه همین شکلی کلماتی که واسهتون مهم بوده موقع خوندن و نکاتی که از شکل نوشتید و خب شکل رو هم دوباره با چشم یک براندازی میکنید. باز ممکنه توی بار پنجمی که دارید اون فصل رو میخونید یه نکته جدید به ذهنتون در مورد اون شکل برسه، چه ایرادی داره، یادداشتش میکنید. و خلاصه این چیزی که من الان میگم، شاید من این کتابو مثلا 20 بار 30 بار هر فصلش رو خوندم که میتونم این شکلی توی تک تک کلماتش یه نکته در بیارم. برای شما که بار اول مثلا یا بار دومتونه خب قطعا انقدر ذهنتون حساس نیست، ولی هر چی که تمرین بکنید، هر فصلی که این شکلی بخونید و تمرین بکنید، ذهنتون حساس تر میشه. امیدوارم که استفاده کرده باشید و حالا اگر فیدبکی هست برای من حتما بفرستید، خوشحال میشم نظراتتون رو بدونم و امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. ممنونم که وقتتون رو در اختیار من قرار دادید. روز خوبی داشته باشین.